با خلعت سفید به میدان برآمد. یوگنی پراکاپچوک حریف او از فدراسیون روسیه و رقابت پهلوانان در دور دوم زیرگروه بی آغاز شد. معلومات هست که درباره حریف او این نماینده فدراسیون روسیه 25 سال دارد با 682 امتیاز. در رده‌بندی هم زینه خیلی پایانی را اشغال میکند نسبت به خواجه‌زاده بهروز. مقام 70 در اکاترینبورگ سال 2019 در مسابقه گرند اسلم برنده مدال برنجی به حساب می رود. اشتباهی که پیش نظر می آید از مد نظر داور دور نماند. شیدا به پراکاپچوک داده شد. در خصوص هنر خواجه‌زاده می سازد گفت که دلهای میلیون ها نفر مخلصان را به تسخیر آورد در مسابقات قهرمانی جهان در توکیو 91 اوگوست سال 2019 با همراهی سامان محمدبکov هر دو هم با 5 حریفان خود دست بالا گردیدند. باز هم امکانیت، باز هم فرصتی خیلی جالبی رو که در همین زمینه میسازد که داور توجه کند، میسازد که داور هم اعتباری جدی به همان حالت تکراری دهد، به حالتی که خیلی و خیلی هم بهتر بود که چگونه خواجه‌زاده از این عمل و همین ترتیب درست استفاده کرد. حالا داور هم متحیر شد، در حالت ناگوار قرار دارد. فکر میکنم که خواجه‌زاده عملش خیلی بهتر بود. وزاری دقیق، وزاری حتی با ایپون تبدیل یافتنش هم از استثناء دور نبود و بعضا همه این وزاری بدون گفتگو، چون این هم شد حق به حقدار رسید. خواجه‌زاده اکنون دو چند جرأت میکنه که در مقابل پراکاپچوک پهلوان فدراسیون روسیه باز هم جرأت و هنر خود را بهتر نشان دهد. در رده‌بندی بهترین ها هم خواجه‌زاده باز هم موقعش را قوی تر کرد. ماست در مسابقات با نفوذ سیاره چمپیونات جهان توکیو اوگوست سال 2019 و پهلوان 24 ساله تاجیک خیلی هم جرأت کرد، متانت بهتر نشان داد و شماره 2 رو میبینیم که در فهرست در رده‌بندی خواجه‌زاده بهروز نقشی ارزنده دارد. 2222 امتیاز و در مقام 22 بهترین های سیاره. در مسابقات قهرمانی جهان برای مدال برنجی در توکیو مبارزه بر جای 5 را گرفت. در اکاترینبورگ ماه مارت 15 مارت سال جاری صاحب مدال برنجی شد. در تل آویو از مدال برنجی محروم گردید، مقام 5 و با همین ترتیب در جاکارتا زینه 7 را در جودو اشغال کرد. اما در کورش و باز هم نقشش در دیگر نمادهای گوشتین که قبلا بیشتر بود و بعد این اندکی کورش خوب آمد نکرد. دو ماه هم از جانب فدراسیون بین المللی جودو حق شرکت در مسابقه های با نفوذ را پیدا نکرد، یعنی مجازات شد. حالا پهلوان تاجیک شیدا گرفت. 1.5 دقیقه دیگر در اختیار دارم. امکان پذیر است این فعالیتی که باز هم و در لحظه اندک اینجا به هر دو هم برابری، هر دو هم فرصت مساوی و بهتر فکر میکنم این حالت ها را که ما نمیتوانیم با تکرار منظور کنیم که داور چی اشاره میکنه در این سمت. و اگر به پهلوان تاجیک اینجا وزری میدادند علاکه وزری ایپون تبدیل میافت. این حالتی که چون یک داور اشاره کرد به این نقطه اما در تابلو یگان اشاره نیست و باشد که همین به تغییر برای ما هم باقی ماند و بسیار حرکت بهروز اینجا خوب به نظر رسید. از نوارهای تدریجی ما میتوانیم این دوباره توجه کنیم. بسیار هم یک پرتافت جالب بود.
و با وقتی باقی مانده اعتبار میدهیم 1 دقیقه و 22 ثانیه. بله حرکت همون 22 ثانیه همانا باقی است که باقی و خوجازاده از بالا داشتن و بعدا هم بسیار سریکید و حلوک‌های چند عمل خوب دارد، چندین عمل، نه 1 و 2 و 3. این هم باز هم فراگیری تمرین های دائمی او را بار دیگر نشان میدهد که محض امروز هم کمیته ملی المپی مملکت ببینید همون لحظه که چون بیان کردیم اما در تابلو چون این حالت نبود، این وزری را با پهلوان فدراسیون روسیه دادند لکای که در تابلو گوگو نظرهای ما را اندکی دیرتر ثابت می‌سازند. برای امتیازی طلایی هر دو مبارزه میبرند. حالت پرتری به میان آمد. خواجه‌زاده و بهروز از این وضعیت رها می‌یابد. دوباره بهروز هم میلی استفاده عملهای پرتری را دارد اما موفق نمی‌شود. بسیار خوب امتیاز ستانید از حریف اما در یک حالت چسبش جفت شدن بسیار هم فاصله نزدیکی را به میان آورد و پرتافتی که بود الکی خواجه‌زاده خود را دفاع کرد و حریفش باشد نتیجه را برابر ساخت. نیروسنجی زیرگروه بی در دوره دوم ادامه دارد. جفتی سیوم در این زیرگروه پراکاپچوک و خواجه‌زاده بهروز. باز یک حرکت دیگری پهلوانی ما شیدو باید به ورزشگری روسیه هم دهند. این ترتیب نیروسنجی موافق مطلب نیست. باری اول است اکنون در مراتبه دوم این رو هم داور مد نظر میگذارد. دقیقه دوم نیروسنجی در وقت اضافه برای امتیاز طلایی خواجه‌زاده بهروز باز هم از بالا داشتن و بعدا باز دیگر عملهایی که خیلی خاص برای استفاده اصولهای مقصدناک خواجه‌زاده بهروز است. اوی 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 اندکی دست کجای و آرین کجا خواجه‌زاده بسیار خوب عمل کرد. با سرعت این اصول سرکت را استفاده کرد اما دست آزاد بود. اگر دست در این مورد بسیار هم برای امتیاز نقش بزرگ می‌بازید. بهتر است عمل خوب است. حرکت‌های خواجه‌زاده بهتر شد. الکی حریفش رو یک مرتبه چون کشاله کرد که دفعه دوم تکرار یافتنش باز هم به نفع بهروز. شاید اینجا باز اکنون به توجه میکنیم به همون حالتی راست بودن برای همون دست بسیار هم نقشه که باز سزا دارد. سری آستین، نارنج، اینجا هم گریبان، کمربند و در مجموع اکنون بسیار حالت خوفناک باز هم یک حالتی بود که پرتافت هر دو هم یک مرام و یک زل بود اما خواجه‌زاده این امتیاز را از دست داد و حریفش پراکاپچوک نتیجه را برابر کرد. شیدو به هر دو پهلوان بنابر سبب کم فعالیتشان حالا که ورزشگری ما اندکی کوشش بیشتر داشت و داور میخواهد که از این هم مقصد پرتاف واقعا هم احسنش میگویم و واقعا هم برای ما نشاط و خرسندی آورد و امتیاز هم سزاوارانه امتیازی طلایی بود. احسن و آفرین بود. خواجه‌زاده بهروز پرتافتش در مقابل پراکاپچوک این ورزشگری فدراسیون روسیه واقعا هم مهارت و متانت خود را دوباره نشان داد که مردم سربلند تاجیک چنین پهلوانانی برومند و شایسته دارند.